آدم چقدر خوشحال میشه که تو این شرایط مملکت، تو این گرونی، یکی از جوانامون صاحب لنکروز میشه. آقا اسم شریفتون چیه؟ یعقوب هستم. یعقوب. آقا یعقوب مبارکت باشه. شما مدرک دانشگاهیتون چیه؟ چجوری تونستین اینو بخرین؟ من اصلا مدرسه نرفتم. مدرسه نه، یعنی سواد ندارین؟ نه خیر. خیلی هم عالی. پس فکر کن با نون کارگری چقدر زحمت کشیده. چند سال طول کشید تا این ماشین رو بخرین؟ 1 سال. یعنی تو 1 سال تونستین لنکروز چه مدلیه؟ به کوری چشم حسودان 2010. به کوری چشم حسودان 2010 تو 1 سال هم خریدین. به به مبارک. شغل شریفتون چیه؟ بذار بمانه. نه میخوام که جوونامون یه انگیزه بگیرن دورت بگیرم که بدونن بدون سواد تو 1 سال تو ایران هم میشه صاحب لنکروز بشی. شغل شریفتون؟ قاچاق گازوئیل میکنم. منظورشون شغل آزاده. آقا خیلی خوشحال شدم. مبارکتون باشه. قربونت برم. خاطش